بچه هامون بگیم شرط رزق و روزی که خدا میگه یرزقهم من حیث لا یحتسب 3 چیزه. 1 تنبلی نکن. خدا با آدم تنبل چیزی نمیده. تو تلاش بکن، هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. تو تلاش بکن. از ما حرکت، از خدا برکت. بیدینی هم نکن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بیدینی نکن یعنی حرام حلال قاطی نکن، خمس و زکات تو بده. بیدینی نکن یعنی واجبات مالی تو بده، واجب و حرام رو رعایت کن. خمس داری، زکات داری، رد مظالم داری، اینا رو بده. نگو کم میشه، با خدا داری معامله میکنی. تنبلی نکن 1، بیدینی هم نکن 2، 3 بی انصافی هم نکن. گاهی وقتا بی انصافیه، بیدینی نیست ولی بی انصافیه. مثل چی؟ جنس خرید قبل داره. ما توی یک مغازه‌ای رفتیم، اینم باز 2-3 بار تو برنامه‌ها گفتیم. توی مغازه رفتم گفتم آقا نخل لوبیا دارین؟ گفت بله حاج آقا. 2 تا ظرف من نشون داد. حاج آقا جنسش یکیه ها، ولی این قیمتش مثلا 20 تومنه، این قیمتش 25 تومنه. گفتم برای چی؟ گفت این خرید قبل، این خرید جدید. گفتم عجب آدم مسلمونی هستی تو، بارکالله. میتونست خرید قبلا با خرید جدید قاطی کنه بفروشه. من خرید قبل خریدم 18 تومن میفروشم 20 تومن، اینو خریدم 22 تومن میفروشم 25 تومن. قاعدش اینه دیگه. نگو حالا چون جنس گرون شده ما خرید قبلی رو بفرستیم به خریدای جدید. این بی انصافیه. بی انصافی برکت رو از بین میبره. بی انصافی برکت رو از بین میبره. خدا گفته 3 امر رو تو رعایت بکن. دیگه اون چیزایی که علما رو منبر میگن رزق و روزی رو زیاد میکنه، اونا آبیاریشه به قول ما. اینا بذره. بذر رو به کاری آبیاری جواب میده. نماز اول وقت و صله رحم و دعا و آیه من یتق الله و اخلاق خوش و صدقه و سحرخیزی و نماز شب و بیداری بین الطلوعین، اینا همه آبیاریه. کسی تنبلی بکنه همه بین الطلوعین بیدار بشه، معلوم نیست چیزی بهش بدن. تلاش